این چند وقت از بنده میشه که دنیا روزهایی رو با خودش خواهد دید که اینایی تا الان دیدید جوکه. درسته یا نه؟ زمان ماجرای خانم امینی نگفتم همینو؟ گفتم این ماجرای ایران تعجب کردید وایستید. این روزها رو میدیدم. از این بدترش هم در پیشه. از این بدترش هم برای دنیا در پیش است. کل دنیا. اگر ما خوب عمل کردیم ایران جزیره ثبات خواهد بود. اگر درست عمل کردیم جزیره ثبات خواهد بود. بدونید کار سختی در پیشه. باید با دقت از این پیچ و خم تاریخی، از این گردنه ها باید عبور کرد. نه بک ثبات کنید اندقه برگردی، نه انقدر گاز بدی از دره پرچی بیرون. قدیما ما یه پیکانی داشتیم، رفتیم جنگل ابر شاهرود. کاش نمیرفتیم. رفتیم چقدر قشنگ این ابرا رو نگاه، مثل این جک و ساقه لوبیا این ابرا زیر پات بود، اصلا یک وضعی بود. بعد نشستیم ناهاره رو خوردیم و هم دادیم که هوا خنک شد و ما چه می‌دونستیم این ابرا داره میاد بالا. حالا با پیکانم رفته بودیم تو این سرازیری. بعد برگشتیم خواستیم برگردیم دیدیم اصلا چشتشو نمیبینه که یعنی واقعا 1 متر نمیتونستی ببینی. بعد اونجا چند نفر گفت با این نمیتونی بری، از همین ور برو شمال. برم شمال گاره اینجا نمیتونی برگردی، این باید دورخیز کنی گاز بدی، این هم پرپیچ و خم. یا جاده رو میشناسی؟ من جاده رو نمیشناسم، من اومدم پایین فقط یه جایی پیدا کنم اتراق کنیم بشینیم دیگه. با چیکار کنیم؟ گفت البته با این شمال هم نمیتونی بری. خب گفتم چرا؟ گفتش که ما دانشجو بودیم، گفت این بعضی از پیچاش خیلی تنده، ترمز بگیری خاکی، جادم خاکی بودا، میری ته دره، سر میخوری میری ته دره. گفتم آقا شوخی نکن. گفت بمونید همینجا، بمونید تا فردا هوا چیز بشه دوباره، مثلا مه بره، این ساعت ها مثلا مه نیست و مثلا آتش بارون هم نگیره و نمیدونم. خب وسط جنگل هر چی میتونستیم خوردیم، تموم شد رفت دیگه. همدیگر من که بخوریم دیگه چیزی نمونده دیگه. ما اونجا درخواست کردیم از ملتی که کاپشن یه خورده تنشون هوا سرد شده و یه چیزایی مثل کاپشن که نه چی میگن این، آره بارونیه اینا، تنشون کردیم. اونایی که مثلا رنگای تیز و شاد تنشون بود اینا رو سر جاهای یه بار پیاده جاده رفتم بالا، اینا همه رو سر پیچ یه دونه گذاشتم اونجا. اینا رو که میدیدم میدونستم سبز دست راست بود، اون یکی سمت چپ. خدا رو بالاخره اومدیم بالا. میخوام بگم الان اینجوریه به شدت فضا غبارآلود، چون عرصه روشن نیست، وسط جنگی، دشمن هر لحظه ممکنه فرمون بچرخونه. جنگ برای بقاه، هم ما داریم میجنگیم برای بقا، هم اسرائیل. بدونید تازه ما بخشی از یه پازل کلانتر هستیم. اینه که آخر الزمان‌ها احتمالاً بشه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه نمیدونم. من شروع میکنم. بسیار هم جذاب خواهد بود. خب البته این جلسه من چون مجبورم بیس و ریشه رو بگم خیلی انتظار نمیشه، اما تمام سعیمو میکنم، چون مجبورم بخش سیاسیشو بندازم جلوتر، چون پاسخ اسرائیل و اینا رو داشتی با احتمالاً باز پاسخ ما. خدمت شما عرض بشم که این الان لازم تره، وگرنه کلی ریشه‌های تاریخی مهمو باید بگم، یه روندهایی رو باید توضیح بدم. اونا خیلی بحث‌های جدید و خوبیه. حالا دوستانی که دارن میبینن بعداً اونا رو اگر فرصت شد، حالا انشالله عمری باقی بود بیان شد، نتونستن حضوری هم باشن، دانلود کنن ببینن. برای همین میگم آخر الزمان اسمش بزنم، نه الزاما که بگم آقا یعنی آقا امام زمان داره میاد، انشالله تشریف بیارن. شما خب نمیشه وقت این که ما توقیت نمیکنیم، کار درست نیستش. یک مسئله ژئوپلیتیک، تغییر در نظامات ارسال کالا در دنیا داره صورت میگیره، ایجاد کریدورهای جدید که راجع کریدورها دیدید 2-3 جلسه جدا حرف زدیم، برای میگم اینا مفصله، من راجع به کریدورها نمیخوام حرف بزنم. پیمان ابراهیم آثار اقتصادی نظامی که دارد، این مسئله ژئوپلیتیکش فقط یه بخش، ژئواستراتژیکش فقط یه بخش، ژئواکونومیکش فقط یه بخش. مسائل اقتصادی، ظهور قدرت‌های جدید، ارزهای دیجیتال، این دهه ایناست. اینقدر متغیرها زیادن که نمیتونی خوب بررسی کنی، کار خیلی پیچیده و سختیه. مسئله انرژی تجدیدپذیر، مثلا یکی از اعضای اصلی سهامداران بلک راک، که اصلا بلک راک رو باید یه جلسه فقط باز بکنم براتون چیه، شرکت بلک راک نصف این فتنه های کره زمین کار ایناست.
اصلا جنگ اوکراین 0 تا 100 کار ایناست. رسما پارسال 2023 در جمع سهامداران خوش گفت ماجرای جنگ اوکراین استفاده از ارزهای دیجیتال را فراگیرتر خواهد کرد. یعنی یکی از آثار و اهداف جنگ اوکراین بوده. و انرژی های تجدیدپذیر را. چرا؟ چون دنیا فهمیده که نباید به نفت ایران، نفت عربستان، نفت روسیه، گاز روسیه وابسته بشه، باید برن به سمت انرژی تجدیدپذیر، هزینه‌ش هم باید بدن. خب این یه دنیای جدیدیه، دنیایی که تو اون خیلی دیگه شاید مثلا انرژی شما شاید اینجوری پیش بره، اینجوری که اینا میگن اگر موفق بشن انرژی شما خواهان نداره. از کجا میخواد پول در بیاری؟ آماده ایران. وقتی میگم ایران، آماده ایران، عربستان، روسیه، ونزوئلا و همه کشور نفتخیز. این خودش یه دنیاست. خدا دادم برسه با این برخی از عزیزان. از منظر سیاسی دعوای بین چپ‌ها و راستگرایان افراطی، اونا که نگاه ملی دارن، اونا که دیگه به نتیجه رسیدن باید خیلی از چیزها رو در کشور خودشون تولید کنن، چون ممکنه یه کرونا اتفاق بیفته، چون ممکنه یه جنگ اوکراین اتفاق بیفته، چون پس کالاهای استراتژیک باید در کشور خود تولید بشن. به این بحث جدیدی است برای خیلی از این زنجیره ارزش اقتصادی داره پاره میشه. فلان کالایی که میرفت اسمبل میشد در چین دیگه باید مثلا در خود آمریکا اسمبل بشه. خب اونی که تو چینه چی میشه؟ اونایی که قرار بیکار بشن چی میشه؟ دعوای بین گلوبالیست ها و ملیگراها. مسئله چهارم از منظر فرهنگی اجتماعی. به این دقت کنید، اصلا اینا نفهمیدن مسئله اینترنت جهانی که داره میاد و اخیراً هم شما دیدید تقریبا یه 2 ماه تبلیغاتش در شبکه‌های اجتماعی خودمون چقدر پررنگه، هی دارن نصبشو نشون میدن، برج میلادو نشون میدن، میگن ببین اینجاست، همین الان تست سرعت برات میگیرن و اینا. متوجه نیست اینا، فکر می‌کنن مثلا جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه فیلتر کنه. مسئله ثانویه است. سبک زندگی کن فیکون خواهد شد. یعنی چی؟ کن فیکون خواهد شد. بذاریم از چند تا مثال براتون بزنم. یک، الان شما تلویزیون میگیرین N اینچ، M اینچ، همه بزرگتر. بعد تلویزیونای صدا و سیما، کانال تلویزیون صدا و سیما خوبش نگاه کنی، هرچی این بزرگتر این تصاویر بیکیفیت بیشتر بدیشو نشون میده. پیکسل پیکسل میشه. آره خب چقدر صدا و سیما برای این آماده است؟ ببین اصلا من در مورد اینترنت الان چه ربطی می‌بینم متوجه میشی. الان در اروپا که از تلویزیون ملیشون رو نگاه نمیکنه، تموم شد رفت. چنل‌های یوتیوب میخواد با کیفیت ببینه، اصلا اعصابش خورد میشه اینو بی کیفیت میبینه. دیگه وقت نداره چیز لایو ببینه، لزومی نداره لایو ببینه. عملاً تلویزیون ها دارن میشن آی پی تی وی، یعنی اون استوریج میشه، ذخیره میشه، تو بعداً میری نگاه میکنی. حتی اخبار تو، تمام شبکه‌ها دارن چنل میزنن تو یوتیوب و امثالهم. الان مردم چقدر از تلویزیون خودم مثلا سریال میبینن، چقدر تو همین وی او دی ها دارن میبینن. حالا فرض کن اینترنتی میخری 8 واحد 10 واحد بلند میشن، مثلا یه با هم دیگه پولی میدن یه اینترنتی میگیرن، اینترنت رو داری دیگه. دیگه رفقا میگفت بچه بودیم رفتیم سگا کرایه میکردیم، ساعت 2-3 نصف شب دیگه خسته میشدیم، بعد میخوابیدیم، میگفت اما اونو تا صبح روشن میذاشتیم چون پولشو داده بودیم. حکایت همین. او دیگه اصلا وابسته میشه، اصلا رابطه حاکمیت ها از طریق رسانه با مردمشون قطع میشه. بله فضای گیم که اصلا انقدر یه دنیای جدیده دیگه آقا. دنیای جدید. ما یه روز رفته بودیم ساترا، این مرکز که اینا رصد میشه، یک اتاق مانیتورینگی دارن، اون برنگونه خدا نمیدونه همه‌تون رو میبینن. اینا که داشتن گیم بازی میکردن و خب دوربین گذاشته بودن. آره
ملت هم نگاه میکردن و دونیشن جمع میکردن. آقا پول بدید من یه دونه صندلی خوب بخرم براتون خوب بازی کنم. پول بدید نمیدونم مانیتور خوب بخرم. هر کدوم می‌خواست اینو بزرگش کن میآورد جلو. ما اینجا میدیم من میشناختنش، گفت این خیلی فوش میده، اینو بیارش جلو، مثلا ناراحت میشد. یه دنیا اونجا داره اون تو زندگی میکنه. عصری که توش هوش مصنوعی اومده و کن فیکون کرده. الان به خودت خیلی از مشاغل از بین خواهن رفت. خیلی از مشاغل. من هر جایی رو میخوام بگم نه این میمونه، با اثرش واسه اونم میبینم. حالا 100% نه، میبینم 90%، 70%، 80%، 20% بازم اثر داره. خب این اقتصاد آینده چیه؟ بچه چه درسی باید بخونه؟ و تو فرزند تو دقیقاً دست اوست. همونی که بخش نظامیش امروز تو رو انقدر اذیت کرده، بهش میگی سیستایی که آدم میکشن. این بخش گل درشتشو خدا گذاشته ببینی. اونا احمقن دارن اینجوری کشتار میکنن. میدونی چرا؟ چون لو میدن خودشو. این بخش گل درشتشو ببینی که بدونی چه جاهای دیگه دارن بچه‌هاتو نابود میکنن، منتها از حیث جنگ نرم بررسی میشه و تو متوجه نیستی. اصلا درگیرت نمیکنه. عرصه خیلی پیچیده‌ای در پیشه. نمیشم باش مقابله کرد، بهتون بگم. نمیشم باش مقابله کرد. این عصر از کرونا شروع شد. و کرونا هم کار خودشون بود. اون موقع ما میگفتیم اینا توام تو تاس فلانن، الان دیگه تون دارن مقاله میدن خودشون. سبک زندگی ها رو عوض کرد. خیلی چیزا ضرورتش از بین رفت. این برهم ریختگی و تلاطم فرهنگی آمیزش فرهنگی جدید به وجود خواهد آورد و التقاط شکل خواهد گرفت. آدمایی که از این سر و اون سر دنیا با هم ارتباط دارن به واسطه هوش مصنوعی لازم نیست حتما زبان بری یاد بگیری. ان شاء الله منتظر باشید در مؤسسه مصرف بخش هوش مصنوعی محصولی به زودی رونمایی خواهد شد برای اولین بار در کشور ان شاء الله. با اون خواهید فهمید چه دنیای جذاب و البته ترسناکی پیش روست. هم خیلی کار آمد، هم واقعا ترسناک. چیه هم نگیم جلوشو میگیرن. ما اینجوری داریم کار میکنیم ما به خدا، یعنی هر سالونی میخوایم بگیریم میان تلفن میزنن، حمله رو شروع میکنن. جنگ جهانی داریم برای یه سالن کرایه کرد، از جمله همینجا. بالاخره 60 جواد نامه بیاری فلان، بالاخره لطف کردن، همکاری کردن، دستشون در نمیاد، اما تو با تمام توان ول نمیکنن. هنوز موندن در گذشته برخی از آقایون. تغییر قدرت در جهان. مسئله فرهنگ اجتماعی پس گفتم LGBT الان داره همینجوری اضافه میشه دیگه، LGBTQRSTUWXYZ دوباره از ABCD همینجوری اضافه میکنن. جنسیت‌ها اصلا نمیدونم چی هست. سایت‌های قدیمی رفت میگفت آقا میل مرد یا زنی و فیمیل، الان میبینی میل فیمیل ABCDEFG بعد بزنی تو اینترنت ببین چیه. خودتو نگاه کن ببین اونا هستی نیستی. آره. تغییر قدرت در جهان، ظهور و بروز قدرت‌های اقتصادی جدید، ظهور و بروز قدرت‌های نظامی جدید. کسی ایران قدرت نظامی داره، اما نه تو این حد. میگفتن ایران زمینی میره میگیره. ایران قدرت چریکی بالایی داره. به خاطر الگوهایی که ما تو جنگ دفاع مقدس خودمون کشف کردیم و اونا رو توسعه دادیم. به زور خدا اومد گفت توسعه بدید. به زور خدا گفت بیاد توسعه بدیم. ما یه جای ما نمی‌خواستیم، خدا میبینه عجب اصلا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. یه لحظه به خود اومدیم دیدیم با داعش ما ارتش مقاومت رو ساختیم. به خودمون بود اینجوری نمی‌ساختیم. به خاطر ماجرای عراق و سوریه لحظه دیدیم از پاکستان، از شمال اقیانوس هند ما تا دریای مدیترانه رو یک ارتش رو زمین داریم که هیچ کسی جز ما نداره. و آخرش تاش هم زمین مهمه دیگه. الان اسرائیل به هواری ما بمب در میرن. زمینی 100 متر نمیتونن بیان تو. ظهور قدرت‌های جدید، جنگ‌های محتمل پیش رو، جنگ‌های در پیشه.
هر کسی قدرت نظامی داشته باشه تو این توازن‌های اقتصادی قدرت نظامی تو رو میندازه جلو. باید بلد باشی از این خوب استفاده کنی، از این فرصت استفاده کنی. پدیده‌های آب و هوایی، آقا اینا دیگه مثل اروپایی‌ها داری حرف می‌زنی، جدیه. پدیده‌های آب و هوایی، طوفان‌های خورشیدی که در راه هست، مثلا پژوهش رو اینا شده. من اینا همه رو خواهم گفتا انشالله تو جلسات بعد میشه. پدیده‌های زمین شناسی، پدیده آب و هوایی چی میشه؟ میگه قبل ظهور، تو اون سال ظهور میگن بارون خیلی میباره. چی میشه که بارون خیلی میباره؟ یه تغییراتی پیش اومده. اصلا جایی هست توی این مملکت با نگاه آخر الزمان اینا چک کنه؟ نه. ما میریم انجام میدیم، میگن چرا تو همه کارا دخالت میکنی؟ ببخشید، برید شما انجام بدید، ما انجام ندیم. نمیکنه، اصلا شعورشون نمیکشه بابا. به خدا بعضی موقع میگیم چی میگی؟ بحثو عوض میکنی میره توی بازیدی. پدیده‌های زمین شناسی بسیار بسیار مهمه. شما اصلا با خود نمیپرسید چرا فلان سیاستمدار روسیه میگه ما باید با انداختن یک بمب اتم بر روی گسل فلانجا در آمریکا به آمریکا بفهمونیم کتنه کیه. اصلا نشنیدید؟ وسط درگیری اوکراین روسیه میگه که آقا من فلان سیاستمدار روس میگه که ما اونجا با یه بمب اتم گسل فعال بشه چی میشه؟ عصر یخبندان. ماگمای عظیمی در اونجا زیر زمین افتاد که آخرین بار اشتباه نکنم 600,000 سال پیش فوران کرده. چیزی نیست. آمریکای شمالی رو 1 متر خاکستر فقط میپوشونه. یه شب آمریکا نابود میشه. کانادا، آمریکا هم فاتحه. اصلا با اینا کار میشه؟ اینک آخر الزمان. آمریکایی خوش دور نگه داشته، اون دور خوشحاله میگه همه جا جنگ است به من نمیرسه از جنگ جهانی دوم. وایستا، خدا کارت داره. بارها عرض کردم، باز هم عرض میکنم، آمریکا به شیوه هالیوودی نابود خواهد شد. خب ببینید شما، خب به شیوه هالیوودی. اینا خیلی دوست دارن این چیزا رو. خدا از چرا اینجوری میگی؟ اولا یه سری نکات دارم، دوم من سنت‌های الهی رو میشناسم. از همونجوری که ادعا میشه همونجوری میزنتت خدا. همونجا گفت بچه سر میبرید، فرعون یه بچه رو سر نبرد، همون باباشو در آورد. اینجوریه دیگه. خدا از همونجا میزن که فکرشو نمیکنه. مسئله هفتم، پیشرفت برخی علوم بسیار جدی است و همه چی رو متفاوت خواهد کرد. مثال همین هوش مصنوعی که زدم، همه مشاغل قرار تغییر کنه. یه زمانی شما مثلا میگفتی آقا این چند صد تا هزار تا تاکسی تلفنی تو تهران، میرفتیم ملت اونجا مثلا نشستن زنگ می‌زدن تو این آقا اینا جمع میشه. هیچی، ما با گوشیشون اینا تاکسی تلفن بابا چجوری میفهمیم کجا باید بیاد، چجوری باید بیاد؟ نه میفهمه، همش هم مسیرها رو پره، اصلا موجب صرفه‌جویی میشه، کلی شغل تولید میکنه، نمیدونم فلان. اولش هم یادتونه راه تاکسی میرفتن دفترای اسنپ می‌زدن در کوشن، خودشون از اونها نصب کردن. نمیتونی مقاومت کنی، بیا جلو. بعد شما می‌بینید رهبری میاد اشاره می‌کنه آقا تو این عرصه هوش مصنوعی داریم عقب میمونیم، ما بجنبید. به خدا بعضی از اینا اگر فرق هوش مصنوعی با ماشین حساب بدونن. هوش مصنوعی فلسفه داره، هوش مصنوعی فقه داره، هوش مصنوعی آینده داره. ما الان بحثایی که خودمون تو دفتر خودمون الان چند سال راجع به هوش مصنوعی شروع کردیم داریم کار می‌کنیم، اصلا آقا این خدا رو خواهد پرستید یا نه؟ این خدا رو به پرستش خدا رسید، به تعقل خواهد رسید؟ بعد این موجودی که هورمون دیگه نداره، مثل من و شما حب و بغض نداره. بعد احکام این چیه؟ اجازه داری دیتابیسش رو شیفت دیلیت کنی؟ کشتیش قتل، کفاره داره، چیه؟ دنیا پیچیده‌ای در پیش رو، اینا به سرعت اتفاق خواهد افتاد. همه رو میگم 1 دهه. یا علم ژنتیک. آقا الان صحبت ایمپلنت های، چیپست هایی که الان محصوله، فکر نکنیم که قراره بشه، الان محصوله، فعلا خود گرونه.
یا به صورت کپ کلاه رو سرت میذاری، یا زیر پوستت روی جمجمه قرار میگیره، یا بسیار باریک و میکرومتری توی مغز قرار میگیره. امواج الکترومغناطیسی مغز شما رو میگیره بدونی که حرف بزنی، بدون که اشاره بکنه، اونو میگیره میفرسته برای شما. فکر میکنی به چیز اون کار انجام میشه. مثلا فکر میکنی چرا خاموشه، چرا خاموشه. فکر میکنی ولوم تلویزیون زیاد میشه. فکر میکنی جواب تلفن رو میدی. ببین شما الان یه درکی از این آب داری تو ذهن، تو مغز، درسته؟ این آب حالا ظهور و بروزش یا این شکل نشون میدم. حالا اگه نابینا بودید میگفتم آب، ترک بودیم میگفتم سو، عرب بودیم میگفتم ما، نمیدونم واتر چه هر چی که هست. این که چه شکلی اینو نشون میدیم، رو کاغذ بنویسیم، نقاشیشو بکشیم، مثلا مهم نیست. این برای فهم بهتره. به تمام زبان‌های دنیا اگه الان تشنت بشه این اینا نشون میدین اینجوری می‌کنی، میرن آب میارن برات. زبانش هم بلد نباش. حالا قراره به آب فکر کنی، به آب فکر کنی. او هم اگر داشته باشه میفهمه آب میخوای. با هم حرف میزنید بدون یک کلمه. اینا در پیشه. خب خیلی جذابه ها. آره خیلی خوبه. همه از این مثلا راحت چیه زبان مبان همه جمع. حافظه هم اگه داشته باشه حافظ کل قرآن هم هستی. یا حافظه جانبی میتونی داشته باشی، اکسترنال، یا مغز اکسترنال. داداش چقدر مغزت داری؟ نه هفتم یه 4 گیگ خریدم. این دنیا آره SSD سرعت بالا، اصلا فکرش هم نکن. وسط چیز مثلا شارژش تموم میشه، هیچ دیگه خاموش شد یارو. اینا در پیشه. خب این چیه؟ خب این نکات این ور داره. نکاتش چیه این وریش؟ آره دیگه اینا نهایتا دست کیه؟ اونی که میتونه با یه دکمه همه رو بخوابونه، همه رو بیدار کنه، دستور ترشح هورمون خواب بده. آره. دست کی میخواد بیفته این دنیا؟ آماده اید؟ گفتم جذاب اما ترسناک. الان تا 1 سال 2 سال دیگه همین الانش شروع شده والا. این بچه‌ها اومدن من دارم چینی حرف میزنم. بیکار میشن هم جای با هوش مصنوعی و هم دارن. بعضی موقع اینا کلیپ تولید میکنن اصلا اون سخنرانی اون موقع هم نیست. میگم یعنی این چی الان؟ میگه که هیچی دیگه، صورت گذاشتیم لیپسینگ تو عوض کردیم. گفتم من اینجا این حرفو نزدم. خب حالا هر کسی میتونه. از کجا اینا اصالت سنجی خواهد شد؟ دنیایی در پیش است. با آخر زمان خوش آمدید. محکم کمربندا رو ببندید. مسئله 8، یه سرفصل چقدرم جذاب و جالب در رابطه با پیشگویی ها. پیشگویی یهود چی میگن مورد تمام شدن خودشون؟ یه بخشش دون پاشیدن واسهتون گفتم. پیشگویی های خودمون چی میگه؟ پیشگویی برادران اهل سنت چی میگه؟ چرا باید امام حسین شناسانده بشه به مردم دنیا؟ لزومش رو همه رو خواهیم فهمید. همین الان سر ماجرای غزه قشنگ میبینیم. امام حسینی ها فرق دارن. کل دنیا داره میفهمه. خب اون که داره خونو میده، اینم که داره شهید میشه بر دفاع از اون کسی که خون داده، بر اون سنی فلسطینی. این بخش بی ارزه رسانه‌ای کجاست بگه اینا فرق دارن و چه فرقی دارن؟ حویس حسین رو کی قراره جا بندازه برای اینا؟ هیچ. بحثای بسیار مهم از منظر نجومی یه سرفصل جداست. یه روز ما گفتیم آقا یه نکاتی هست در مورد نجوم، اگه بگم مردم تحمل شنیدنشو ندارن، فکر می‌کنم مثلا آقا میدونستید ماه دور زمین میچرخه ایناست یا خورشید پشتش به ماست؟ خب اینا رو میخوای بری بگی؟ نه، کار کرده هایی که سر از علم هیئت و تنجیم میبرن. آقا یه دنیای جدایی خیلی اینقدر که اتفاقات عجیب، اتفاقات اینا رقم میزنن با یک سری اتفاقات نجومی جور است که اصلا بعضی موقع پیش بینی میشه کرد.
یعنی تو نه که پیش بینی غیبا، نه، یعنی میدونی مثلا فرض کن یه نفری دیوونه مثلا تو فقط تو قمر عقرب کاریو میکنه و میگه احتمالاً همین 2-3 روز این کارو انجام بده. بعضا پیش آمده یک کاریو می‌خواستم که انجام ندادن تا اون مقارنه شکل بگیره بعد انجام بده. یه بار اشاره کردم مثلا ما یک مقارنه‌ای داریم بین زحل و مشتری که چشم انسان این دوتا سیاره رو یکی کنار هم دیگه ستاره جدید میدیده نمیفهمه. شما الان مثلا کهکشان را آندرومدا رو یه دونه ستاره فقط میبینید، خودش برای خودش یه راه شیریه، میلیون ها میلیون ستاره، اما شما اینجا یه دونه میبینید. اینا چون نزدیک به هم میشدن یه ستاره میدیده. این مثلا اون اندازه مقارنه تون اندازه، حالا این میگم بعد به وقتش بگم براتون، یا 400 سال یه بار رخ میده، وگرنه 2 سال هم رخ میده، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال. اما اون که انقدر نزدیک بشن به هم، هر بار این اتفاق افتاده قدرت در دنیا تغییر کرده، جریان قدرت در دنیا. اون مقارنه 20 اتفاق افتاد. مقارنه اصلیه که هر 800 سال یه باره، اون 800 ساله اتفاق افتاد. نه میچرخه دیگه، خود به خود نیستش که اینا بله اینا براشون مهمه. بحثایی از منظر خود سیستا چه نگاهی به دنیا دارن، اینا باید بیان بشه. کابالیستا چی میگن؟ مثلا شما میگه چرا انقدر بچه میکشن اینها معتقدن به ملک، یکی از شیاطین ملخ یا ملک که اینا معتقدن، میگن که از بوی کباب گوشت انسان خوشش میاد، بعد آدم سوزون براش. تقدیم کودک کشی برای اینها، برای اینکه او نظر کنه، به اینا کمک کنه. این کابالیستا هنوزم هست. همین سرفصل مهمیه، راجع به اینا قرار حرف بزنیم. پس عبارت آخرالزمان از این حیث گفته میشه، پیچ بزرگی که دوره زمانی که با کرونا شروع شد.